ما باید دعا کنیم که خدای مهربان همین حیاتی که ما را در دنیا داده، همین روزهایی که ما میگذرانیم، این روزهای ما را، این حیات ما را چنان حیات گردانی که در او رازگی تو باشد، چنان روزگذرانی داشته باشیم که در او رحمت تو باشد. خدایا چنان این دنیا را پدرود بگیم که زمان با تو ملاقات کنیم تو از ما راضی باشی. ما باید دعا کنیم که بسیاری از بزرگان هم برادرای عزیز و گرامی این دنیا فریب کرده است. خدا رحمت کنه بزرگای ما و شما را. در مصرع‌های شعریشون میگفتن که تو را دنیا همی گوید شب و روز. شیخ سعدی میگفت تو را دنیا همی گوید شب و روز که هان از صحبتم پرهیز مده خود را فریب از رنگ و بویم که هست این خنده من گریه آمیز. حضرت میگه دنیا دائمی سخنش هست که مقصد دنبال مرا نگیر، با امید من مقدساتون از دست نتین، با امید من نمازاتون ترک نکنین، برای به من رسیدن از الله مهربان خداتون دور نکنین. زیرا که قاعده دنیا میگه همین است که امروز من با شما میخندم لیکن وقتی آخر ده شما را میگریانم، شما پشیمان میشید، شما دیگه از کارهای کردگیتان همش پشیمانی میارین ولی دیگر بازگشتی نیست. فوزیل ابن یاز میگفت داخل شدن در دنیا آسان لیکن بیرون شدنش بسیار مشکله. عزیزای خدا میگن انسان میگه از دنیا بیرون نمی شود مگر 3 حسرت با خودش میبرد. 3 حسرت انسان همراه خودش میبرده است. یکم از آنچه جمع کرد سیر نشد، یکم حسرتی که میبرد. از آن چیزی که آرزو داشت بینید به آرزوهاش نرسید. 3 جای می رود که با خود توشه ندارد. این حسرت ها را اینها همراه خود می برند. الله مهربان توفیق منتید که ما و شما در این دنیا فریفته نشویم و از فریب دنیا نجات بیابیم و زندگی خوب و نیکی را انجام دهیم تا در دم آخر من هم همراه خودمان این حسرت ها و این پشیمانی ها را نبریم. میاییم به سر سوال هایی که هستند. مرد پیش از وفاتش با زنش گفت بعد مرگ من شوهر کنی تو را نمی بخشم. آن مرد وفات کرد. آیا این زن حقی به شوهر برآمدن دارد یا نه؟ یعنی مرد پیش از وفاتش به زنش گفت که زنک اگر مبادایی که من دنیا را پدرود گفتم یعنی خدا جان مرا گرفت، اگر به شرطی که تو شوهر کنی من از تو راضی نمیشم. برای همین آیا همین زن حق دارد که سخن شوهرش مقصد مرد رفت، حق دارد که همینجا شوهر کند دیگر سخن شوهرش مقصد گوش نکند یا همو وصیتی کردگی شوهرش به جا نآورد؟ اولا برادران و خواهران عزیز، ما حدیثی داریم از پیامبر نازنینمان که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ما مخلوق اطاعت نمی کنیم زمانی که سخنش
در مقابل سخن خالق ایستادگی باشد. یعنی سخن این مخلوق، سخن این شوهر در برابر سخن الله ایستادگی است. یعنی الله اجازت داد که مرد وقتی زنش از دنیا میگذرد میتواند زن بگیرد، یا زنی که شوهرش از دنیا گذشت میتواند که شوهر کند. فقط شما میدونید که یگانه زنی که باید شوهر نکند این زن پیامبر نازنین من هست، زیرا که الله مهربان زنهای پیامبر مادرهای ما خوانده است. ببین ازواجه امهاتهم، خدای مهربان میگه زنهای پیامبر مادرهای شما هستند. یعنی هیچگاه بین پیامبرمان وقتی از دنیا گذشت مادرمان عایشه 18 ساله بود، ولی مادامی که وی به ذمه ما حق مادری داشت وی تا وفاتش دیگر شوهر کردن نمیتواند، یا او این حقوق شوهر کردن ندارد، زیرا که همه امت پیامبر فرزندای اونها حساب میکنند. یعنی فقط شوهر نکردن برای زنهای پیامبر هست، دیگر باقی کسی باشد وای اگر مصلحت چم که تید وصیت چم که کند در اینجا گناهگار می شود. همین مرد گناهگار شدگی است که این خیل وصیت، این خیل وظیفه را به گردن زن گذاشته است که بعد من شوهر نکن. یا بعضی زنها ولی در گفتگوهای سوال جوابای ما هست میگن که اگر ما یگان شوهر دیگر کنیم بعد من با کدام شوهر مقصد روز قیامت حشر میشم. خواهرای عزیز و گرامی، این فکرها را از ذهنهاتون دور کنید. خدای مهربان اگر هر زنی که در دنیا چند شوهر میکند وای حق دارد، 2 تا میکند، 3 تا میکند، 4 تا میکند، وای حق دارد. و روز قیامت خداوند باز یک برتری بر زن داده است که همون شوهرهایی را که در دنیا کرده است در پیش زن الله مهربان اختیار میگذارد کدامش که در همون جنت برای خودت انتخاب میکنی از بین همین شوهرها حق داری. کدامش که با تو در دنیا معامله خوب داشت، حرمتت میکرد، به قدرت میرسید، سخنهای خوبت میگفت، همونجا تا هم جدا کرده میتونی که همراه تو با در جنت هم یک جا باشد. این یک مسئله. دوی مسئله، بسیاری فرزندان میگن که ما باید 3 بار از پیش مادر بگذاریم که شوهر میکنی یا نمیکنی گفته. اینها هم دادرها و برادرای عزیز، اینها این خیلی مرتبه و مقام خدا به یگان فرزند دادگی نیست. پدرم اینقدر حق دارد که زنم که گرفت به مصلحت فرزنداش میگیره، مادرم که شوهر کردنشید به مصلحت فرزنداش میتواند شوهر کند. این از نگاه شریعت نیست این خیل مصلحت که من فرزندام بشونم بگم بچم من زن گیرم یا من زن میگیرم، یا مادر بیا بگه که بچم من باید شوهر کنم. یعنی از فرزند مصلحت گرفتن از نگاه دین این خیلی حکم نیست. پدر و مادر خداشون آزادن، کسی را میگیرن کسی را نمیگیرن، کاری خودشون. و در همین حالت هم یک نصیحت برای فرزندان، برای چی همین گپ ها از کجا برآمد؟ به خاطر که همون پدری که وقتی زن گرفت یا مادری وقتی شوهر کرد، فرزندا که دقتشون میتن، فرزندا که غمشون میتن، بعد بیچاره مجبور میشن که مصلحت فرزندا را بگیرن.
خواهرای عزیز، برادرای بسیار گرامی، در این مسئله ها اگر پدر و مادر شما وقتی مادرهاتون گذشت، مقصد حتی پدر شرم هم که کند، شما باید که خطام پیشکش کنید که پدر این حقی تو است، ما حق نداریم که تو را مصلحت بتیم. یا خواهرای عزیز، مادامی که پدراتون هم که گذشت، مادراتون شما راه بیابید، اونم به خودش میخواهد شوهر داشته باشد، میخواهد زندگی داشته باشد. و این سوالی که مرا داد، این مادر از خواهر از کسی است، شما شوهر کنید، انشاءالله باز این مرد از این گفته خودش هم حاضر پشیمان است، زیرا که در این گپ وی گناهکار شدگی است. شما او را از همه گناه بگیم خلاص میکنید، وی حاضر اگر بار دیگر زنده شود میگد زنک من بسیار کاری نادرست کردم، بسیار مصلحتی ناخوب دادم. برای این مادرها و خواهرای عزیز،